سلام و درود. امروز در خدمتتون هستیم با حجامت ساقین، یکی از حجامت‌های پرکاربرد در طب سنتی. قطعاً این حجامت برای تمام امراض استفاده میشه و یکی از پرکاربردترین نوع حجامته و این حجامت میتونه همراه با حجامت ساکرال انجام بشه برای مشکلات دیسک کمر و کسایی که رگ سیاتیک درگیره یا کسایی که ماهیچه‌های دوقلوی پشت پاهاشون دچار اسپاس و گرفتگی میشه میتونن از این روش استفاده بکنن و یکی از بهترین روش هاست برای این مسئله. ایشون بعد از این حجامت هم اسپاسم‌های عضلانیش از بین میره و هم غلظت خون و کثیفی خونش.